NWZQ Q پریم R مجموع اعدادی که باید بشناسی تا بتونی سوالات این سبکی رو توی امتحان درست جواب بدی. خب اینها خیلی شبیه هم هستن، تو کافیه قاطی نکنی. چطوری قاطی نکنی؟ اینو یاد بگیری. قبل از اینکه اینو یاد بگیری باید بدونی N چه عددیه، Q چه عددیه. اینطوری یاد بگیر. N اعداد 1 2 3 به بعد. W فرقش با N چیه؟ یه صفر بیشتر داره، 0 1 2 3 به بعد. Z نکن این اعداد حسابی، W حسابیه. علاوه بر این اعداد حسابی منفیاش هم داره، یعنی صفر هست، مثبت ها هستن، منفی هم هست. Q چیه؟ اعداد گویا. همه این اعداد گویا هستن. چرا نوشتم اعداد کسری؟ چون همه اینا رو میتونم کسری بنویسم دیگه، مخرج 1 میدم. علاوه بر اینا مثلا 3/5 هم گویاست چون کسریه. Q پریم که اعداد گنگ هست، رادیکالی هایی که جواب ندارن، مثلا رادیکال 15، ولی رادیکال 25 دیگه گنگ نیست چون جواب داره. یا عدد اعشاریه بدون انتها و تناوب، اینها میشن گنگ. و عدد پی که میدونیم انتها نداره. آر همه این اعدادی که میشناسیم میشن آر. حالا بریم سراغ نمودار بن. پس n کوچکترین مجموعه ما هست چون از 1 شروع میشد. W بزرگتره چون 0 هم داره. Z باز بزرگتره چون علاوه بر 0 و مثبت ها منفی ها رو هم داره. Q همه اینها بود، کسری هم میتونم بنویسم. اینها همه زیر مجموعه هم هست، یعنی کوچیکه زیر مجموعه این و اینه. W زیر مجموعه این و اینه. Z هم زیر مجموعه اینه. اما Q پریم نگاه کن جداست، اصلا وارد بازی اینها نمیشه، یعنی Q پریم خودش اینور تنهاه. پس هیچ کدوم از اینها زیر مجموعه Q پریم نیستن چون داخلش نیستن که. Q پریم با هم دیگه به ما R رو میدن. چرا گفتیم همه اعداد میشن R دیگه، پس همه این اعداد میشن R. حالا بریم سراغ سوالا که چجوری جواب بدیم. اول ستون اشتراک رو حل کنیم. این ستون فقط واسهتون سوال اشتراک آورد. میگه N اشتراکش با Q. نگاه کن N داخل Q مگه نیست؟ توی اشتراک وقتی یک مجموعه کوچیکتر داخل یه چیز دیگه است، کوچیکتره میشه اشتراک. اشتراک یعنی چی؟ مشترک باشن. این N این Q. من میخوام اشتراکش رو رنگ کنم، همینجا میشه دیگه. من اینجا رو رنگ کنم که دیگه تو N نیست، ولی اینجا رو رنگ کنم هم تو N هم تو Q. اینجا رو مثلا رنگ کنم فقط تو Q. پس میشه همین N. پس همیشه اینو یاد باشه، مجموعه زیر مجموعه دیگه بود، مجموعه کوچیکتره میشه اشتراک. پس N اشتراک Q میشه N. W اشتراک Q پریم. دقت کن W این سمت، Q پریم این سمت، اصلا با هم مشترک هستن. جایی هست من رنگ کنم هم تو W باشه هم Q پریم؟ نه، همه این مجموعه ها اشتراکشون با Q پریم میشه تهی، چون هیچ اشتراکی ندارن. Q اشتراک R. R گفتیم بزرگترین مجموعه از کل این هاست. اشتراک یه جا رنگ کن، هم تو Q باشه هم تو R، کل این Q میشه دیگه. بعدش هم مگه Q زیر مجموعه R نیست؟ داخل R دیگه. کلا R وقتی باشه Q داخل کل قرار گرفته، پس Q مجموعه کوچیک‌تر است، اشتراک هم میشه مجموعه کوچیک‌تر. Z اشتراک Q. خب Z داخل Q قرار گرفته، نگاه کن این Z داخل Q کوچیک‌تره میشه اشتراک، یعنی Z. Q اشتراک Q پریم چی میشه؟ تهی، چون Q پریم جدا هستن. Q این وره، Q پریم این وره، هیچ اشتراکی با هم نداره. اشتراک رو یاد گرفتی؟ اجتماع دقیقا برعکس میشه دیگه، چون اجتماع یعنی همه. وقتی میگه W اجتماع Q، این W این Q، یعنی همه رو رنگ کن، همه میشه کل این رنگ بشه که میشه Q. پس دو تا مجموعه داشتیم که تو در تو بودن، الان W داخل Q بزرگتره میشه اجتماع، یعنی Q. R اجتماع Q. R کل اینه، درسته؟ Q چی؟ قسمتی از این R هست. من اجتماع رو میخوام، اجتماع یعنی کل. این نکته یاد باشه، وقتی R کلن همه هست، پس اجتماعش با هر مجموعه، یعنی R دیدی اجتماعش با هر مجموعه میشه R، چون دیگه از R بزرگتر نداریم. N اجتماع Z. این N این Z بزرگتر کدومه؟ اولا تو در تو هستن دیگه، بزرگتر زده چون اجتماعه میشه Z. همین اگه اشتراک بود میشد N.
پس این نکته هاشو یاد بگیرید تموم. کیو اجتماع کیو پریم. سوالات پرتکرار این دوتا هستن، یکی اشتراک یکی اجتماع. کیو پریم منظورمه. خب کیو اجتماع کیو پریم، کیو این سمت، اولا اینا تو در تو نیستن، کیو این سمته، کیو پریم هم این سمت، اجتماع یعنی همه اینها به من آر رو میده. پس این دوتا که گفتم مهمه، کیو اشتراکش با کیو پریم، توهیه اجتماعش آر. کیو پریم اجتماع آر، گفتم اجتماع آر دیدی سریع بنویس آر، چون آر از همه بزرگتر. حالا منها که خیلی بچه‌ها مشکل دارن، اینو خوب دقت کنید. n منهای w یعنی از اعداد طبیعی حسابی رو حذف کن، با اعداد بری راحت‌تری. از این اعداد طبیعی اعداد حسابی رو حذف کن. خب همه حذف میشن، چیزی نمیمونه تو ریاضی یعنی چی؟ توهی. حالا w منهای n یعنی از اعداد حسابی اعداد طبیعی رو حذف کن. خب من اینا رو بخوام حذف کنم، 1 حذف میشه، 2 میشه، 3 4 5 اینا همه حذف میشن، ولی صفر باقی میمونه. پس w منهای n میشه 0. r منهای q، خب این رو نمیداره بین راحت تر میشه گفت r کله دیگه، درسته؟ q رو ازش ورداری، این q نیست مگه، این قسمت ازش وردار، وقتی ورمیداری داخلی هاش هم میرن ها. اینو کلا وردارم q پریم میمونه. پس r منهای q میشه q پریم و برعکسش هم دیگه آسونه دیگه. r منهای q پریم چی میشه؟ q، چون q پریم رو ورداریم این q کامل میمونه. z منهای w، z و n و w بود با اعدادش، چون اعدادش مشخصا بریم آسونی تره. خب میگه z منهای w، از z w رو وردار. خب 0 1 2 به بعد اینا همه رو بردارم، منفی ها میمونن، پس آکولات باز میکنم میمیسم منفی 1 منفی 2 و همینطور ادامه داره تا منفی بی نهایت. حالا سعی غلط هایی که میتونه بیاد چیه؟ به شکل زیر مجموعه. البته همینا هم سعی غلط میده، مثلا q اشتراک q پریم میمیسه q، خب غلطه دیگه چون توهیه. پس همینا رو یاد بگیری دیگه، هر سعی غلطی هم ازش بیاد درست میمیسی. w زیر مجموعه r، درسته یا غلط؟ خب همه مجموعه ها زیر مجموعه r هستن، پس تمام. پس هر کدوم بیاد w n z q پریم همشون داخل r دیگه. r زیر مجموعه q، r از همه بزرگتره، چجوری میخواد زیر مجموعه q باشه؟ غلط. q زیر مجموعه q پریم، q پریم جدا هن، q این سمت q پریم این سمت، زیر مجموعه نیستن. n زیر مجموعه q، خب n داخل q بود یا نبود؟ این n، این q، وقتی n داخل q میشه زیر مجموعهش. w زیر مجموعه q نیست، درسته؟ نه دیگه w داخل q بود، هم نمودار رو نگاه کنید w داخل q، پس چون گفته نیست میشه غلط. z زیر مجموعه n نیست، خب این درسته دیگه، z آیا داخل n؟ نه بزرگتره دیگه، پس چون گفته نیست میشه درست.